با درس‌های صنف 11 دوام میکنیم. در این درس بابی دویومی کتاب صنفی آلgebra صنفی 11 رو میبینیم. اگر در خاطر داشته باشیم بابی یکم درباره فونکسیون ابتدایی و اینتگرال است. در این دویم بابی دویم باشد ما فونکسیون نشان دهندگی و لوگاریتم رو میبریم و درس یکم این از فونکسیون نشان دهنده سر میکنیم و گرافیک های آنها. بیاین خیلی سعی کنیم فونکسیون نشان دهنده چه فونکسیون هستند. اینها f x برابر است به a درجه x. در اینجا a چی است؟ یگان عدد است. x عوض شونده a اساس x باشد درجه آن درجه و یک چی خصوصیت دارد فونکسیون نشان دهنده. a هم وقت باید از نو کلان باید باشد برابر نو از نو هم یعنی مثبت باید باشد و a باید غیر از یک شود. اگر یک شود یگان اساس یگان معنا هم ندارد چون که یک درجه یگان رقم هم وقت به یک برابر است. و برای یک نمود فونکسیون رو فونکسیون نشان دهندگی این در بسیار جای استفاده برده میشوند. در بسیار فان ها خیلی رو دیده از نمیبریم. بیاین گرافیک اونها رو دیده برایم. گرافیک فونکسیون نشان دهنده چی است؟ مثلا 2 درجه x در کتاب شما هم داده شده است. بیاین اکنون یک مثالی فونکسیون نشان داده برایم. این فونکسیون y برابر است به 2 در درجه x. اساس این 2 است و درجه عوض شده میتواند. یک چند نمودهای عددها رو مونیم. مثلا -3 -2 -1 9 تا 3 و جواب ها رو میبینیم. چون 1 تقسیم 8 1 تقسیم 4 تا 8 میرود و اگر اینو تصویر کنیم این شکل رو میگیرد. چیکار که میبینیم اگر ما 4 رو مونیم فکر کردیم بگذار با 4 رو هم مونیم جای x y چند میشود 16 میشود. چیکار که میبینیم y زیاد شده رفته است. وقتی که x به مینوس به آخر رفته است -4 -5 عدد y همین قدر کم شده میشود کم میشود خرد میشود یکی به 9 برابر نمیشود. دیگر نمودش 1 تقسیم 2 درجه x رو بینیم. y ما برابر است به 1 تقسیم 2 x. در اینجا وقتی که عدد ها رو میمونیم y رو نموده قیمت های y رو میبینیم و گرافیک رو تصویر کنیم. اگر گرافیکش برعکس اول میشود در اینجا ما افزون شونده داریم زیاد شونده فونکسیون در اینجا کم شونده یعنی وقتی x کلان میرود y همون قدر مایده میشد. مثلا جای x اگر ما 4 رو مونیم جواب ما 1 تقسیم 16 میشد باز هم خردتر شد قیمت ما. وقتی x اگر -4 شود چه میشود 16 میشود بسیارتر میرود. این برعکس برای این برعکس میگویم. یعنی در اینجا دو خصوصیت دیده برآمده. وقتی اساس از 0 کلان شود وقتی از 1 کلان میشود چه حرکت میکنند وقتی از 0 خرد شود چه حرکت میکنند بین از 0 خرد بین 0 و 1. یعنی در اینجا مثال گفته میتونیم دیده برآمدیم 1 تقسیم 2 درجه x یا اینکه 9 از 1 درجه x یا اینکه y برابر 9 از 100 9 از مثال 10001 میگیم درجه x. وقتی i ما بین 9 و 1 شود هم وقت فونکسیون ما کم شونده است. وقتی که فونکسیون ما مثلا 2 درجه x 10 درجه x 100 درجه x باشد اینقدر زیاد شونده افزون شونده است. بیاین پروگرام ده برایم. مثلا فقط بین -3 و 3 بگذار بین مینوس به آخر باشن یا کنیم فونکسیون چه حرکت میکند چک میبینه یا کنیم x رو نمیگذارد خطی x رو نمیبرد و y اینقدر تیز زیاد میشود. برعکس رو بینیم اگر این فونکسیون 1 تقسیم 2 درجه x است یعنی کم شونده چکار که میبینیم باز خطی x رو نمیبرد و y زیاد شده میرود وقتی x کم شود. از اینجا یک چند خصوصیت های فونکسیون نشان داده برایم. یک چکار که دیده میتونیم ساحه معینی چی گفتم ساحه معین یعنی جای x کدام عدد خود شده میتواند. چرا که دیده میتونید جای x هم عدد ها رو من مونده میتونم یعنی از مینوس به آخر تا به آخر رو من مونده میتونم. یعنی ساحه معینی فونکسیون نشان دهنده همه عدد ها از مینوس به آخر تا به آخر است. دو ساحه قیمت های فونکسیون
چی است؟ سومای قیمت ها چه که میتونیم خطی x رو نمیبرد هم وقت بالا میرود، یعنی از 0 تا به آخر عددی منفی شده نمیتواند. باز چی گفته میتونیم؟ سه این افزون شونده و کم شونده. در کدام وقت کم شونده است، در کدام وقت افزون شونده؟ اگر اساس از یک کلم باشد کم شونده وقتی که اساس بین 1 و 0 است. باز چی گفته میتونیم؟ خط x رو گفته بودیم نمیبرد. ببینید چقدر در ویام نشون دادم وقتی که ما عددهای کلم هم گیریم خط x رو یگان وقت نمیبرد، تیر x رو. تیر y رو کی میبرد؟ در هم وقت در یک وقت میبرد. وقتی که اگر x 0 باشه y 1 رو میبرد. اگر خواهیم نوشته میتونیم فقط تیر y رو میبرد. در کدام وقت؟ در وقتی x 0 y برابر 1 است. همین خصوصیت ها دارد و فکر کنم کفایه است. یعنی شما چیکار کرده میتونید؟ مثلا یکچند خودتون رسم رو کشین برای نقص فهمیدن. خواهید اگر بعضی وبسایت ها رو استفاده برده میتونید سایت ها رو سامانه ها رو مثلا گیرین که فونکسیه 5 درجه x رو تصمیم یعنی جای x عددهای منفی و مثبت و رسمش رو کشین، یا اینکه باز ایمونا یا تقسیم 5 درجه x رو خودتون یک مونده بینید رسمای گرافیک های اونها چی میشه. این برای چی لازم است؟ مثلا برای دانستن. مثلا یک سوالی ساده پرسم، اگر بگذار در اینجا نویسم اشما پرسم کدامی از اینها کلانتر است؟ یا تقسیم 2 درجه 3 باشد یا اینکه کمتر مشکل تر کنه، یا اینکه یا تقسیم 2 درجه 0.5. کدامی از اینها کلانتر است؟ چقدر که از میتونیم از روی درجه این فونکسیه چقدر است؟ فونکسیه کم شونده. برای چی؟ اساسی ما بین 0 و 1 است و چقدر که x کلان شده رود قیمت ما هم وقت مایده می شود. از اینجا می باید که این از دویمش کلانتر است. میتونیم با یاری کلکولاتور هم دیده براییم.